در کولاب یک قسم کارمندان ساحه طب و فرهنگ شکایت دارند که تا حال معاش ماه ایولشون را نگرفتند. جورا سلیموف کارمند بیمارخانه کودکانه رقم 2 شهر میگوید مجبور شد تا به وزارت مالیه شکایت برد. مالیه республикада число шояд ресурсакам шунсоқат баромам ман якам задам ман бо дигор номора дам задам мегаби яни шаб қаси речемуля дамча мега ама дас қайсне барода ама надастас шуна вақтам дада кошоз мена ман мебужора бинамун кордалара сесат кордалара манама бусун гушто кишикин яри сакам мо як фарманде вали мали ислам камилати нема сесе чома капон тамом шака. کارمندان شعبه فرهنگ شهر کولاب هم تا روز 21 اوگوست معاش ماه ایولشون را نگرفتند. آنها از 15 اوگوست به این طرف برای آزادی شکایت دارند که معاش آنها هر ماه با چنین دیرمانی داده می شود. در شهرداری کولاب از پرداخت شدن رخصت پولی آموزگاران گفتند، اما ساحه های دیگری بودجوی یادآور نشدند. زیاده از 47 مکتب علاقه رخصت پولی را با پورگی گرفتند. همین 5-6 تا مکتب دیگه موندگی است که روزهای نزدیک در اساس اجرای نقشه ماه ایول با پورگی را میگیرند. تا آخر ماه ایول در منطقه کولاب بخش بزرگی از آموزگاران رخصت پولیشان را نگرفته بودند. این مشکل هر سال در منطقه کولاب رخ میدهد و آموزگاران رخصتی خود را در اولهای اوگوست می گرفتند. در ریاست مالی منطقه کولاب سببش را شرح دادند. عموم در ولایت خطان همگی از طرف 2-3 ناحیه پورا داده می شود که اونها ناحیه‌های که خود مبلغ‌گذارند، نقشه‌شون چون معین میکنن نقشه‌شون میرسه. دیگر ناحیه‌ای که مبلغ‌های ما در مساعدت مالیوی یعنی در سوبسیدی شدگی‌اند، نقشه چیزی که با شما معلوم است 12 ماده مزد مهنت تقسیم می شود. رخصتی مهنتی در یک حالت می آید که هم مزد معاشی هم ماهی هم رخصتی قریب 2 ماه دیگر در بر میگیره. حساب نرسیدن نقشه قسم درآمد مبلغ نارسایی می شود. چند روز پیش سردار سرریاست مالی ولایت از پوره پرداخت شدن معاش آموزگاران خبر داده بود، اما در این خبر از پرداخت شدن یا نشدن کارمندان ساحه طب و فرهنگ در ولایت چیزی نگفت. معاون رئیس ولایت میگوید که ناحیه یاوان و شهر لیوکن به بودجه ولایت 42 میلیون سامان حصه خود را جدا نکردند. در نیم سال اول سال 2025 نقشه اندازه شهر ناحیه یاوان 38.5 میلیون سامانی و لیوکن 6.5 میلیون سامانی تامین کردن نتوانستند که از این حساب به بودجه محلی 45 میلیون کم وارد شد. وقتی که بودجه شهر ناحیه اجرا نمیشود، خواهیم نخواهیم اون حصه جداکنی که به بودجه ولایت باید روانه گردد اجرا نمیشود. حالا به بودجه ولایت ختلان شهر نارک، ناحیه دنغره و یاوان و لیوکن حصه جدا میکنند. از بودجه ولایت به شهر و ناحیه های دتاتسیونی مبلغ معینی داده می شود. کولاب از آن شهرهایی هست که از بودجه جمهوری و ولایت مبلغ معین می گیرد. در صورت سری وقت وارد نشدن این سرمایه معاش ها دیر پرداخت می شوند.